کبیری کمپیر مادری تو در بالای دستان ما جان داد، اما فرزندی تروریستش رو انتظار نبود. اگر آدم با پدر و مادر خود که به امید فرزند گفته نور چشم گفته کلام میکند احترام و اعتقاد نداشته باشد، مگر از چنین اشخاص برای در روز ماتم همسایه خود هموطن خود سوگواری کردن بوی امید هست؟ پس از چنین شخصی که حتی بلندترین مقدسات حیات انسان مادر در نزدش ارزش نداشته باشد چی جای گله است؟ برای او بر اینها وطن و ملت فقط مال بوده میتوانند برای فروش. مگر کبیری امکان نداشت که برای اشتراک در جنازه مادرش به زادگاهش آید، حالان که در همان شب و روز میان شهر مسکو و دوشنبه 10 خطرهای هوایی و زمینی وجود داشتند.